بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. خب إن شاء الله در درس امروزه ما قسمت دویومی مدی لازم رو میگذاریم. الحمدلله الله که شما تمام تفصیلاتی که دایر به مد لازم می باشد آنها رو گذاشتید. درس امروزه تنها ما برای به اتمام رسانیدنی یا تمام کردن بیت ها استفاده میکنیم. اونقدر تفصیلات نو نیست، اما باز هم کمی تفصیلات قبلی رو یا بعضی نقطه هایی که ما در درس گذشته در درس قبلی گذاشتیم آنها رو کمی تکرار میکنیم انشاءالله در این درس. اما این درس خیلی آسان هست، اونقدر تفصیلاتی نو ندارد و چطوری که میدونید انشاءالله فردا درس آخرانمون می باشد که ما الخاتمه رو میگذاریم. کوشش کنید که در درس فردا حتما حاضر باشید تا اینکه با هم یک جای دست جمعی ما توانیم که این متن رو به پایان رسانیم باذن الله. خب اولا از نظم آغاز میکنیم. نظم میگوید از بیت 53 سر میکنیم تا 57 و این قسمتی 4 بیت آخران رو به فردا میگذاریم. نظم میگوید واللازم الحرفی اول السور وجوده وفي 8 انحصر يجمعها حروف كم عسل نقص وعين ذو وجهين والطول أخص وما سوى الحرف الثلاثي لا ألف فمده مدا طبيعيا ألف وذاك أيضا في فواتح السور في لفظ حي طاهر قد انحصر ويجمع الفواتح 14 صله سحيرا من قطعك ذا اشتهر. خب انشاءالله کوشش کنید که اینها رو حفظ کنید. چطوری که میدونید فردا وقتی که این نظم رو به اتمام رسانیدیم شما میتوانید که به مرور ماه مبارک رمضان این نظم رو هم حفظ کنید و هم تکرار کنید. انشاءالله در دوره سوم من از شما گوش میکنم. خب اولا نظم میگوید واللازم الحرفی اول السور. مد لازم حرفی در اول سوره ها پیدا می شود و در 8 حرف ها محدود هست. یا اینکه گفته میتوانیم که در 8 حرف ها جمع شده هست. این رو شما امیدوارم که به یاد دارید که ما اولا مد لازم رو به 2 قسم اساسی تقسیم کرده بودیم در درس قبلی، کلمی و حرفی یا کلمی و حرفی، و هر دوی این بخش ها مثقل و مخفف داشتند. پس در اینجا داخل می شود نظم اشاره میکند به یا میفهماند مدی لازمی حرفی رو. میگوید که حرفی وقتی که در اولی سوره ها حرف ها که به وجود می آیند یا حرف ها که پیدا می شود آن را در نظر داریم و میگوید که این در 8 حرف ها محدود هست. یعنی مدی لازمی حرفی در اولی سوره ها خواه مثقل باشد یا مخفف تنها در 8 حرف موجود هست. و این بخشی خریطه‌ای که من در درس قبلی پیش کرده بودم برای این درس مهم هست یا برای همین قسمت مناسب است، لازم هست. پس این رو من دوباره در اینجا برای شما پیش کردم که خلاصه همین است که در نقص عسلکم 1 2 3 4 5 6 7 8 در این 8 حرف ها باید مد لازم حرفی باید تطبیق کرده شود که یمد بمقداری 6 حرکت به 6 حرکت باید دراز کرده شود. و این بعضی مثال هایی بود که ما آنها رو گذاشتیم. الف لام میم. هر دوی این حرف رو من دراز کردم، هم لام رو و هم میم رو، برای اون که در نقص عسلکم داخل می شوند. خب همین طور در طاسین تنها سین از جمع این حرف ها شماریده می شود. صاد از جمع این حرف ها هست. در سوره مریم کاف ها یا عین صاد، کاف عین و صاد از جمع این حرف ها هست. ها و یا از جمع این حرف ها حساب نمی شود، بلکه این ما تحت حی طهور داخل می شود. چطوری که ما علاقه 2 بار گذاشتیم
و مؤلف ناظم هم به این اشاره میکند در بیت های بعدی. میگذاریم میگوید یجمعها، یعنی که حرف های اولی سوره ها رو کم عسل نقص جمع میکند. خب ببینید میگوید که حرف های آن رو، یعنی که حرف های اولی سوره ها رو عباره کم عسل نقص جمع میکند. و عین ذو وجهین، معنای لغویش این است که عین دارای دو روی هست یا دارای دو پهلو هست، دارای دو طرز هست. اما ترجمه کردن و عین دو حکم دارد و طول و اخص، اما طریقه طول بیشتر استفاده می شود. خاصتر هست یعنی که زیادتر تطبیق می شود، زیادتر اختیار کرده می شود برای تطبیق شدن. اکنون شاید شما سوال کنید که کم عسل نقص این یک عباره نوی هست که من قبلا نشنیدم، این برای چی باشد؟ در اینجا این رو متوجه شوید که چی نوشتم؟ کلمه کم عسل نقص 8 حرف مد لازمی حرفی رو جمع می کند، اما بعضی ها آن رو در لفظ های دیگر، در عباره های دیگر یا در رمز های دیگر نیز جمع کردن، مثل نقص عسلکم یا سنقص علمک. بله. پس این مثالی که من در درس قبلی برای شما داده بودم، نقص عسلکم، این هم می شود و کم عسل نقص این هم می شود. در این هم 1 2 3 4 5 6 7 8 حرف هست. کدام عباره که خواهید می توانید آن را استفاده کنید. خواهید نقص عسلکم، اگر نخواهید می توانید که، اگر خواهید که یعنی پورا همین از روی تحفت-ال-اطفال عباره ها و رمز ها را از یاد کنید، می توانید که کم عسل نقص استفاده کنید، اما هر دویش استفاده می شود. حرفای خوب در اینجا، این تمام این مثال هایی که در اینجا نوشتم، این رو برای شما نوشتم، شاید نیست که من اینها رو بخونم. تنها تمامی همان حروف مقطعاتی که در اول سوره ها پیش می آیند من آنها رو برای شما نوشتم که حرف های مد لازمی حرفی در آغاز سوره ها و مثال های آورده شده در قرآن کریم اینهایند. مثلا برای کف های عین صاد هست، مثلا کف های عین صاد، و این تنها در همین صورت، در همین حرف می آید، کف، حرفی کف، دیگر در اول یگان سوره دیگر نمی آید. میم مثلا در حمیم هست، در طاسین میم هست، در الف لام میم را هست، در الف لام میم صاد هست و دیگر که خودتان میتوانید بخوانید. خب اکنون جای اساسی این بیت و عین ذو وجهین هست. این چی معنا دارد؟ و عین ذو وجهین و طول و اخص. حرف عین من به این در درس قبلی هم اشاره کرده بودم، اگر با یاد داشته باشید. برای حرف عین و برای حرف میم گفته بودم که در اول سوره آل عمران هست، حکمی دیگر هم هست، موجود هست. اما باز هم در اینجا برای شما نوشتم که شما زیادتر و بیشتر در اینجا متوجه شود که این همون جای نظم هست که به طرف حکمی عین اشاره میکند. نظم میگوید که حرف عین در آغاز سوره ها دو طرز قرائت دارد، یعنی که دو طرز موجود هست برای تطبیق کردن مد لازمی حرفی. و در قرآن در اولی سوره مریم کف های عین صاد و اولی سوره شورا آمده است. دو وجه قرائت برای این مد یا برای مد این حرف وجود دارد. یکمش مد با اشباع هست که مقداری 6 حرکت خوانده می شود، یا اینکه مد با توسط که با مقداری 4 حرکت خوانده می شود. یعنی که وقتی که ما عین میگوییم و مد میدهیم به حرف عین، ما بین دو وجه اختیار داریم. یا میتوانیم که طرز توسط رو اختیار کنیم برای همین حرف عین، یا طرز اشباع رو، هم در عین سین قاف و کف های عین صاد. کلمه و طول و اخص اشاره میکند که مد اشباع 6 حرکت طرزی اولاتر و مشهورتر در قرائت هست. شاید که همین نقطه اساسی و نو باشد که شما باید این رو بیشتر توجه دهید. دیگر نقطه هایش، دیگر تفصیلاتش رو الکی گذاشتید. میگذاریم به صحیفه بعدی.
میگوید و ما سوى الحرف الثلاثی لا الف فمده مدا طبیعیا الف. حرف هایی که سگانه نیستند، یا اگر لفظ به لفظ ترجمه کنم، و آن چیزی که سوا یعنی که آن چیزی که بغیر از حرف های سگانه هستند، بغیر از الف هم، یعنی که هر یک حرفی که نامش از 3 حرف عباره نیست. یعنی که وقتی که ما اگر باید داشته باشید در درس قبلی فهمونده بودم، وقتی که ما میم می نویسیم چی می نویسیم؟ میم یا میم. وقتی که ما مثلا سین می نویسیم سین یا نون می نویسیم. این است هدف ما. پس هر حرفی که نامش از 3 حرف عباره نیست و این چونین ما الف رو هم استثناء میکنیم، جدا میکنیم، چون که الف در اینجا وقتی که نوشته میشود، مثلا در همین جا نامی الف نوشته شده است، الف لام ف. الف از 3 حرف عبارت هست، اما حرف مابینگیش حرف مد نیست، به مانند سین یا نون یا عین یا کف. فهمیدید؟ پس در اینجا همه حرف هایی که بغیر از 3 حرف، بغیر از حرف هایی که نامشون از 3 حرف عبارت است و این چونین بغیر از الف هست، تمام آن حرف ها مد آنها مد طبیعی می باشد که این جمع می شود در حی طهور. اگر باید داشته باشید در درسی و فکرم یا قبلی بود یا پیش از آن بود که من به شما این حی طهور رو الکی فهمونده بودم. وقتی که مد صله صغرا و کبرا رو گذاشتیم، مد العوض رو گذاشتیم، الکی من به حی طهور اشاره کرده بودم. یعنی که 2 درس می شود که شما الکی از حی طهور آگاه هستید که این حرف های اولی سوره ها ما تحت مد طبیعی داخل می شوند. خب چی نوشتم؟ یعنی به استثنای حرف های 3 حرفی که در آغاز سوره ها آمدند و حرفی میانهشون حرفی مد هست که اینها حرف های کم عسل نقص می باشند، و به استثنای الف که حرفی مد نیست، حرف های باقی مانده از آغاز سوره ها به مقداری 2 حرکت همچون مد طبیعی خوانده می شوند. اینها 5 حرف هستند که در کلمه حی طهور جمع شدند و اینجا من دوباره آنها را نوشتم و بعضی مثال ها دادم که در درون همون حرف ها این حرف ها پیش می آیند. خب و در صحیفه بعدی ناظم به مانند همین رمز یک رمز را استفاده می کند، اما کمی دیگر. با جای حی طهور میگوید حی طاهر. یعنی البته حرکت هایش فرق نمی کند، حی طاهر هم بگویم حی طاهر هم بگویم. این از چی سبب کسرتین دارد؟ از سببی که مضاف الیه می شود، بل فی لفظ حی این مجرور می شود، مضاف الیه هر دویشون مجرور به حرف جر فی. اما مقصدم همین است که حی را یک استفاده می کند، اما طاهر میگوید به جای طهور. اما در اینجا هم میگوید که الف را اهمیت ندهید. پس اگر کسی خواهد حی طهور بگوید، تنها همون 5 حرف رو جمع میکند. کسی اگر حی طاهر بگوید باید که الف رو استثناء کند یا الف رو نادیده گیرد. خوب میگوید و ذاک ایضا فی فواتح السور، و آنها هم در اولی سوره ها موجود هستند یا در اولی سوره ها پیدا میشوند در لفظی حی طاهر، در کلمه یا در عباره حی طاهر. قد انحصر، آنها انحصر یعنی منحصر هستند یا جمع می شوند. خب که یعنی تمام این 5 حرف ها باید که به مقداری مد طبیعی یعنی 2 حرکت چی کرده شوند؟ دراز کرده شوند. خب میگذاریم به صحیفه بعدی. و یجمع الفواتح ال14 صله سحیرا من قطعک دشتهار. 14 حرف های اولی سوره ها را جمع میکند این عباره صله سحیرا من قطعک، که این مشهور شدگی هست. یعنی این عباره یا این رمز برای جمع کردن همین 14 حرف ها مشهور شده است. ببینید صاد، لام، ها. و این هم شاید برای شما نو معلوم شود، اما شما یک عباره دیگر رو استفاده کردگی هستید، یا من برای شما یک عباره دیگر رو، یک رمز دیگر رو استفاده کردگی هستم در درس‌های قبلی که برای شما این 14 حرف رو در آن عباره جمع کرده بودم. و اگر آن را خواهید استفاده کنید میتوانید آن را استفاده کنید، اگر این را خواهید استفاده کنید این را استفاده کنید. البته
اصلا گپی بهترین همین است که هر دوی رمزها رو بدانید، از هر دوی رمزها آگاه باشید. این اونقدر مشکل نیست، مخصوصا وقتی که یعنی انشاءالله که شما در آینده معلمه این فن میشوید. کوشش کنید که از دیگر عباره ها هم آگاه باشید. بعضا شاگرد سوال میکنن که من این گونه مثلا یاد گرفتگی هستم، یا مثلا این عباره هم میشود. شما میتوانید که بدانید که این یک عباره دیگر هم موجود هست. این بیت همه حرف های سوره ها رو که 14 حرف هستند جمع کرده هست. کم عسل نقص 8 حرف، حی طاهر یا حی طهور 6 حرف، 1 2 3 4 5. این باید 5 حرف باشد، نه اینکه 6 حرف. 5 حرف با استثنای الف. خب بله. کلمه دشتهر اشاره میکند که این ترتیب به جمعی حرف ها در بین قاریان مشهور و معروف هست. بعضی آنها را با لفظ های دیگر جمع کرده هند. مثلا اینش را من با شما پیش کرده بودم که نص حکیم قاطع له سر. این را ما گذاشته بودیم، این را ما استفاده کرده بودیم که تمام حرف هایی که در اولی سوره ها پیش می آیند آنها در همین عبارات جمع می شوند. خب نص حکیم قاطع له سر، گرچند که الف در اینجا می آید اما الف در اولی سوره ها می آید. از این سبب است که در رمز ها ما آنها را جمع می کنیم، الف را هم شامل می کنیم، اما اشاره می کنیم که الف مد ندارد. اما در اولی سوره ها البته که الف پیش می آید. و از بین همین نص حکیم قاطع له سر بعضی هایش چی هست؟ نقص عسلکم، و بعضی هایش حی طهور هست. بعضی ها طرق سمعک النصیحة، این عباره رو استفاده کردند. پس فرق نمی کند که کدام عباره استفاده شود، فرق نمی کند که چگونه انسان این حرف ها رو حفظ کند، اما البته از همه راه بهترین همین است که آن عباره ها و رمز ها و مصطلح های یا اصطلاحاتی که در همان فن استفاده می شوند و بین قاری ها و بین استادان و شاگردان همان فن استفاده می شوند، همان ها را استفاده کند انسان، تا اینکه از اهل همان فن معلوم شود و به مانندی به لسانی به زبانی اهل همان فن گپ زند. خب اکنون من یک خلاصه برای شما پیش میکنم. تمام نقطه هایی که ما گذاشتیم در همین صحیفه خلاصه می شود. درسی خیلی کوتاه هست امروز و فردا هم. خب خلاصه تمام این مد لازم چی شد؟ از گذشته های پیشین، از گفته های پیشین چونین نتیجه گیری میکنیم که حرف های فاتحات سوره ها، فواتح سور اولی سوره ها که در عباره صله سحیرا من قطع که جمع شدند، یا اینکه نص حکیم قاطع له سر، از لحاظ مد به 5 قسم تقسیم می شوند. یکم این است که حرفی که هیچگاه مد نمی شود، این است حرف الف که در اولی سوره ها مد نمی شود. تنها ما چگونه میگوییم؟ الف نامش رو میگیریم، تمام. دوم حرف هایی که با مد طبیعی خوانده می شوند و این به 5 حرف تطبیق می شود: ح، یا، طا، ها، را. در کلمه حی طهور جمع کرده شده است. سوم قسم یا سوم بخش حرفی که با مد لازم خوانده می شود و مقدارش 2 یا 6 حرکت است. و این در کدام حرف بود؟ این در حرف میمی که در آغاز سوره آل عمران موجود هست، وقتی که انسان اختیار کند که با آیت بعدی وصل کرده خوند. اگر انسان خواهد که الف لام میم بگوید میم الله، این گونه اگر وصل کرده خواندن خواهد در اولی سوره آل عمران، اختیار دارد که میم رو میتواند یا به مقدار مد طبیعی 2 حرکت بدهد، یا اینکه چونکه در اصل سکونش معلوم نیست، وقتی که میم الله که میگوید در آنجا فتحه عارضی نوشته می شود، گذاشته می شود، یا میتواند که از سببی که سکون گم می شود موقتا به 2 حرکت میم رو کشد، یا اینکه طبقی اصلش به 6 حرکت کشد. خب از این سبب است که در اینجا 2 اختیار دارد، یا 2 حرکت یا 6 حرکت.
یا مد لازم میخواند یا گویا که مد طبیعی میخواند میم را. و این تنها در همین اولی سوره آل عمران میباشد. چهارم بخش حرفی که با مد لازم خوانده میشود و مقدارش 4 یا 6 حرکت است که این مخصوصی حرف عین هست که در آغاز سوره مریم یا سوره شورا هست که این رو گذاشتیم در یکی از این صحیفه های امروزه، گذاشتیم که یا با اشباع یا با توسط. و پنجم قسم حرف هایی که با مد لازم خوانده می شوند و مقدارشون 6 حرکت هست و این نقص عسلکم در عباره نقص عسلکم جمع می شود. خب این حرف ها عبارتن از میم نون قاف صاد سین لام کف. منقص در این عباره جمع کرده شدگی هستند. استثنای یگانه حرف میمی که در آغاز سوره آل عمران هست این می باشد که هنگام وصل 2 یا 6 حرکت خوانده می شود. اما در دیگر موردها میم با مقدار 6 حرکت خوانده می شود. از این سبب است که در اینجا ما میم رو شامل می کنیم اما عین رو نمی کنیم، چون که میم در تمام دیگر موردها باید که با 6 حرکت دراز کرده شود و حکم 2 یا 6 تنها خاص برای وصل کردن در اول سوره آل عمران می باشد. خب این شد خلاصه مد لازم. امیدوارم که احکام مد لازم رو خوب فهمیده باشید ان شاء الله. تا فردا تمام این درس 9، 10 و 11 را تکرار کنید. ان شاء الله در اول درس فردا سوال جواب خواهد شد و بعدا خاتمه رو میگذاریم. همین است پایان درس امروز. سبحان الله و بحمده، سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.